این سوال در ذهن خیلی از شما غالبا می باشه. همه ما خوبی ها را میفهمیم و همه ما بدی ها را هم میفهمیم، اما انگیزه بر ترک بدی ها و انجام خوبی ها در ما ضعیف است. علت در چی هست؟ علت یعنی بسیار یک فرموله که ساده داره. الله متعال انسان را خلق کرده. شما فکر بکنید یک انسان هست و بعد از در مقابل از در به طرف راست از شما عوامل خیر را مد نظر بگیرید. الله متعال عوامل خیر را خلق کرده و به طرف چپ از هم عوامل شر را در نظر بگیرید. طرف راست از عوامل خیر هست، عقل هست، دعوت پیامبران الهی، دعوتگران الهی و دعوت ملائکه ها در قلب انسانی. در مقابل از این نفس هست، شیطان هست، پیروان شیطان هست از انسان ها و جنیات. پس انسان هم در فطرتش و هم توسط دین خوبی ها و بدی ها برش معرفی شده. چی زمان انسان رفتارش خوب میشه و چی زمان انسان رفتارش بد میشه. این عوامل خیر در پولی از عوامل شر هست. قلب انسانی ظرف است. قلب انسانی ظرف است. امی در قلب انسانی کدام عوامل حکومت میکنه؟ اگر نیروهای شر سر قلب تسلط داشت، رفتارها چی میشه؟ منفی میشه. اگر عوامل خیر سر قلب تسلط داشت، رفتارها مثبت میشه. هرگاه ایمان در قلب جا گرفته باشه و ما این ایمان را با استفاده از ابزارها و وسایل تقویت بکنیم، خود به خود رفتارهای ما به طرف چی میره؟ به طرف خیر میره. و اگر برعکس قلب ما در تسلط نیروهای شیطانی و طاغوتی باشه، هیچ وقتی توقع خوبی ها را نکنیم. قوی ترین ابزار برای تقویت عنصر ایمان در وجود انسانی چیست؟ با تلاوت قرآن کریم.